خدا شاهد اسم بنگایی ها و دلالا بدتر رفته. یه سری وانتی ها عجیب دارن کاسبی میکنن. مثلا اینو ببین، من از یه وانتی خریدم، اینجاشو ببین چقدر قشنگ، میگه عجب بلال مکزیکی عالی، برمیگردونی بلال اعتیاد شدید داره. یعنی موهاشو ببین، این بعد یه دور موهاش فقط کراتین شه تا شبیه بلال بشه. بعد این یکی رو نگاه کن، یکی بود یکی نبود، یه در میون ریخته، اشکال نداره. این یکی غیر از خدا هیچ کس نبوده، توش خیاره و این اصلا یه بلال حساب نمیشه. اینو چرا فروختی؟ این گناه این کودک کاره، این هنوز باید تو مزرعه بچرخه برای خودش. بعد قیمت زدی دروش 50,000 تومن. نزدیک میشیم، یه خورده نزدیک میشیم میبینیم نیم 50,000 تومن. نزدیکتر که میشیم زده 1/4 50,000 تومن. میای کارتو بکشی خمسش 50,000 تومنه. خداداش این چه کاریه؟ بعد این بلالا مکزیکیه؟ اینا از مکزیک اومدن؟ اینا چجوری اومدن؟ اینا به نظر من خاکی اومدن، قاچاقی اومدن، با هواپیما نیومدن.